در سنن ترمذی یک حدیثی هست عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتی یکون منتهاه الجنه. حضرت ابو سعید خدری میگویند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند که مؤمن از شنیدن سخنهای نیک سیر نمی شود تا مادامی که آخرین مقر او جنت شود، یعنی بازگشت او تا جنت نشود. از شنیدن سخن نیک و بزرگترین سخن این سخن الله است، سپس سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است که اینها وحی است، یعنی خبری آسمان است. بعد از آن سخنهایی که سرچشمش قرآن و سنت است، یعنی از مطالعه قرآن و حدیث مردم برداشت کردگی هستند، یعنی قولهایی که تکیهگاهش قرآن و سنت است، اینا سخنی خوب است. این حدیث را امام ترمذی در جامع سنن خود روایت کردند. سپس گفتند که هذا حدیث حسن، این حدیث حسن است. گفتند و قال الحاکم، امام ابو عبدالله حاکم وقتی که این حدیث را روایت کردند گفتند که هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجه، این حدیث صحیح است، اسنادش صحیح است، ولی امام بخاری و مسلم روایت نکردند. و امام ذهبی در تلخیص خود حکم کردند به این حدیث، گفتند صحیحون، اگرچه بعضی معاصرین این حدیث را ضعیف گفتند، ولی امام ذهبی امام معتمد، حتی بعضی عالم ها میگن که مرد شناسترین انسان در روی زمین این امام ذهبی هست. در علم رجال و علم حدیث بسیار عالم متمکن بودن، الله رحمت کند. گفتن که حدیث صحیح است. همین صفت، یعنی دوست داشتن شنیدن سخن نیک را من در همین ملت تاجیک بسیارتر مشاهده کردم نسبت به دیگر ملت ها. بنابراین این حدیث را از بین اینقدر حدیث ها همچون فایده در این دفتر فواید خود داخل کردیم.